میخوای یه دونه هم چیز بگیر، فیلم بگیر. بله. الان این چیکار میکنه آقای دکتر؟ الان این طب سوزنیه برای اینکه تاندونای دستش آسیب دیده بود تو عمل جراحی. بله. 2 تاندون رو به هم متصل کرده بودن و انگشتا حرکتش خیلی کند و ضعیف بود و جمع نمیشد. ما الان با 10 جلسه تونستیم که این انگشتا رو حدود 50-60% به حالت طبیعی در بیاریم. از خودشون سوال کنید که جواب از خودشون بگیرید. الان اوضاعتون بهتره؟ خیلی خیلی. اولش انگشتام همش این 2 تا انگشت کوچیکم با هم دیگه قاطی میکردن، ولی اما موقع که اومدم پیش آقای دکتر این دستم اینجوری تا نمیشد اصلا با هم دیگه. الان قشنگ با هم دیگه 4 تایشون مثل کاسه میشه. اون موقع یکیش اینجوری میشد، یکیش این اصلا نمیومد پایین، همش قاطی میگه. الان نگاه کن به این صورت قشنگ من میتونم تا یعنی کنم. اول تا نمیشد؟ نه، این آخرم انگشت شد هیچ زوری نداشت واسه گرفتن، ولی الان تا حدودی نصف این زور داره انگشتم. بعد 10 جلسه بعد 5-6 جلسه این زور رو من دیدم و دیگه 2 جلسه هم هست دیگه میتونم اینجوری هم کنم. این خیلی واسم خوشحال کننده است. سلامت باشی. زنده باشی.